اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دانش آموزان عزیز. تأسیس کانال زیست شناسیمون رو خدمت شما دوستای عزیز تبریک عرض میکنم. کانال فعالیتش رو توی تلگرام چند وقتی هست شروع کرده، اما امروز انشالله با آپلود این ویدیو وارد فضای اینستاگرام میشیم، اما مباحث بیشتر داخل تلگرام دنبال میشه، ولی اینستاگرام ما رو هم با همین آیدی تلگرام که اینجا گذاشتیم داشته باشین. حتما انشالله مطالب مفید و ارزشمندی رو برای شما دوستان عزیز تدارک دیدیم. دوستان توجه کنید که من در حد 30 ثانیه یک توضیحاتی راجع به این فصل بهتون بدم. فصل 1 زیست شناسی. الان قراره که گفتار یکش رو با هم دیگه بررسی کنیم. فصل 1 زیست شناسی دهم بچه‌ها یک مقدمه بر مرور اینکه زیست شناسی چی هستش و چه هدفی رو دنبال میکنه. یک سری نکاتی داره این فصل 1، مخصوصا داخل همین گفتار 1 که خیلی سوال خیز هستش. ما روی اونها بیشتر سعی میکنیم مانور بدیم تا مطالب کم اهمیت. اتلاف وقت نمی کنیم، میریم سراغ شروع فصل. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 1 دنیای زنده. در ابتدای فصل نکته‌ای که هست درباره پروانه مونارک هستش که سوالها رو این قسمت بیشتر مانور میدن. پس یکی از مباحث مهم ما در همین ابتدای فصل هستش پروانه مونارک. با هم دیگه متن رو بچه‌ها میخونیم، تحلیل میکنیم و نکاتش رو یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. انشالله هیچ نکته‌ای باقی نمیمونه. گفته پروانه های مونارک یکی از شگفت‌انگیزترین مهاجرت ها رو به نمایش میگذارند. جمعیت این پروانه ها هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس میپیماید. ببینید بچه ها نکتهش چیه؟ داره میگه پروانه مونارک مهاجرتش چجوریه؟ هر یک سال 1000 کیلومتر رو از مکزیک میره تا جنوب کانادا. طراح تست بیاد سوال تر کنه. اگر کس ارزش علمی بخواد داشته باشه، سوال نمیگه که مثلا پروانه مونارک هر سال 100 کیلومتر از مکزیک تا این ارزش علمی نداره که دانش آموز بخواد بلد باشه. من طراح میام چی میگم؟ میگم پروانه مونارک هر سال هزاران کیلومتر رو از مکزیک تا جنوب کانادا میپیماید. این غلطه. چرا؟ مهاجرت، اگر بگه که مهاجرت پروانه مونارک شامل پیمودن مسیر مکزیک تا جنوب کانادا است، این غلطه. چرا؟ چون بالعکس هم داره این جمله. یعنی چی بچه ها؟ منظور من چیه؟ یعنی این مسیر رفت و برگشتی است. یعنی یه رفت داره این مهاجرت، یه برگشت. به رفت خالی نمیگیم مهاجرت، به برگشت خالی نمیگیم مهاجرت. از مکزیک تا جنوب کانادا به این میگیم که وقتی میره، وقتی برمیگرده به این میگیم مهاجرت. حالا سوال براتون پیش میاد که یه پروانه چجوری طول عمرش قد میده که بره و برگرده؟ این طول عمر یه پروانه قد نمیده. پروانه های مختلف، یعنی اینجا اگه پروانه بمیره، پروانه‌ای که زاد و ولد کرده، ولد اون ادامه مسیر رو میره، همچنین ولد اون تا این چرخه همینجور ادامه داره. پس این نکته رو حواستون باشه. رفت و برگشته، رفت و برگشتی هستش، یعنی یک مسیر رفت نیست به تنهایی. حالا برای زیست شناسا سوال بوده که چجوری پروانه مونارک مسیر خودش رو پیدا میکنه، از مکزیک تا جنوب کانادا میره و برمیگرده. بچه ها قیدا رو حواستون باشه. قیدا رو من از این به بعد با رنگ سبز میکشم براتون. البته آره
سبز میکشم براتون. به تازگی بچه ها، به تازگی نیاد بگید داخل تست بهتون که زمان طولانی گذشته که زیستشناسان متوجه شدن که پروانه مونارک از این طریق مسیریابی میکنه. نه، به تازگی متوجه شدن. میاد مینویسه که سالیان سال هست که دانشمندان متوجه شدن که در بدن پروانه مونارک نورون هایی هست. نه، به تازگی فهمیدن که چی؟ در بدن پروانه مونارک یاخته های عصبی هست که پروانه با استفاده از این یاخته جایگاه خورشید رو تشخیص میده. زمانی که جایگاه خورشید رو تشخیص داد، با توجه به جایگاه خورشید جایگاه مقصد رو تشخیص میده و به سمت مقصد میره. بچه ها گفته یه نورون هایی داره. نورون ها رو ما کجا میخونیم؟ زیست 2 فصل 2 نورون ها رو میخونیم به یاخته عصبی. بچه ها اینو دقت کنید، همونجا نکتهشو میگم، فقط الان میگم که اونجا رسیدیم دوباره یادآوری بشه. میگه یاخته عصبی همان نورونه. یعنی گفتن یاخته عصبی منظور نورون. میگه داخل بدن پروانه مونارک یه یاخته عصبی هست که پروانه با استفاده از اینها برمیگرده به کی؟ برمیگرده به نورون ها دیگه. با استفاده از این نورون هایی که تو بدنشه جایگاه خورشید رو تو آسمون تشخیص میده، به سمت اون پرواز میکنه. آقا میگه به سمت اون پرواز میکنه، سوال میاد میگه که به سمت خورشید پرواز میکنه، درست یا نه؟ نه، وقتی جایگاه خورشید رو تشخیص داد جهت مقصد رو تشخیص میده. پس میاد با نورون، به وسیله نورون خورشید رو تشخیص میده، جایگاه خورشید رو تشخیص میده، با جایگاه خورشید مقصد رو تشخیص میده. میاد میگه که آقا به وسیله نورون های بدنش مقصد رو تشخیص میده. نه، به وسیله نورون های بدنش جایگاه خورشید رو تشخیص میده. بچه ها اینها مطالبی هست که داخل تست ها بهتون میگن. من میخوام مطلبی نمونه که شما ندونین درباره تست ها و یه جوری مطالب رو بگم که برای همه مفید باشه، چه اونی که مبتدی هستش چه اونی که عرض کنم به حضورتون که خونده و کامل بلده و نیاز به نکات خیلی ریز داره. سعی می‌کنیم همش رو کنار هم بگیم و این گفتار حدوداً شاید 1 ساعت طول بکشه، 45 دقیقه تا 1 ساعت طول میشه. در ادامه متن میاد میگه که آیا علم زیست‌شناسی قادر همه رازهای حیات رو پیدا کنه؟ زیست‌شناسان علاوه بر تلاش برای پی بردن و رازهای آفرینش سعی می‌کنن یافته خود رو در بهبود زندگی انسان به کار ببرن. پس سعی میکنن زیستشناسان که یافته‌های خودشون رو در بهبود زندگی انسان به کار ببرن. موجودات زنده چه ویژگی‌هایی دارن که اونها رو از موجودات غیر زنده متمایز میکنه؟ این هم جزو عرض کنم به حضور مطالبی است که زیستشناسا به دنبالشن. در این فصل به پاسخ چنین سوالهایی میپردازیم. زیستشناسی کلا چیه؟ گفتار یک درباره اینه که زیستشناسی چی هستش. بچه‌ها اینجا یه تعداد سوال گفته، مطلب مهمی نداره زیاد. عرض کنم به حضورتون که فقط متن رو مرور میکنیم که یک بار از روش خونده باشیم. گفته چگونه میتونیم گیاهی پرورش بدیم که در مدت کوتاه. بچه‌ها من میتونم از داخل همین ها هم نکته بگم براتون، ولی اون نکته ارزش علمی نداره. با توجه به اینکه 6 سال بنده کتاب‌های تست مختلف، آزمون‌های سراسری مختلف و آزمون‌های آزمایشی مختلف رو بررسی کردم، در نهایت دیدم نهایتاً 10% از مطالبی میاد که واقعا ارزش علمی نداره و در کنکور سراسری این 10% شاید زیر 1% باشه که اون هم بعضی ها رو شکن که این مطلب غیر مفیده یا نه. پس مطالب غیر مفید رو بذارید برای بعد از تسلطتون، یعنی کامل به مطالب مفید تسلط پیدا کنید، بعد نکاتی که اگه بخواید در بیارین
از داخل متن‌هایی که حالا زیاد ارزش علمی ندارن، ارزش طرح سوال ندارن، بعد برید سراغ اونها. ما اول سعی می‌کنیم روی این مطالب مهم مانور بدیم. خب داشتیم متن رو می‌خوندیم، میریم سراغ متن. گفته زیست شناسی میتونه گیاهایی پرورش بده که در مدت کوتاه‌تر مواد غذایی بیشتر تولید کنن. چجوری این کار رو میکنه؟ محیط رو تغییر میده، خود گیاه رو تغییرات ژنتیکی میده. اینها اتفاقاتی است که در زیست شناسی میفته. دو تا سوال دیگه هستش، گفته چرا باید تنوع زیستی حفظ بشه، چرا باید حیات وحش حفظ بشه. گفته چرا بعضی از یافته‌های بدن انسان سرطانی میشن، چگونه میتونیم یافته‌های سرطانی رو در مراحل اولیه سرطانی شدن شناسایی و نابود کنیم. چگونه میتونیم سوخت‌های زیستی مثل الکل. بچه‌ها نکتهش اینجا، تنها نکته‌ای که هستش این هستش که الکل یک نوع سوخت زیستیه. یعنی چی سوخت زیستی؟ سوختی با منشأ زیستی که بچه‌ها اینایی که من دارم می نویسم همش متن کتابه، یعنی نکته داره و متن کتابه، دقت کنید بعداً بهتون نشون میدم. سوخت زیستی چیه؟ سوختی با منشأ زیستی که از جاندار امروز به دست می آید. که از جاندار امروز به دست میاد. سوخت فسیلی مثل چی؟ گاز، نفت، بنزین. سوخت فسیلی چیه؟ پس این شد چی؟ هایلایتش. پس منشأش زیستیه و از جاندار امروز به دست بیاد. مثل چی؟ مثل از دانه های روغن. خب دانه روغن یه نوع گیاه جاندار امروزی هم هستش، ما ازش سوخت زیستی درست میکنیم. حالا گفته سوخت فسیلی، بیایم اینو جایگزین سوخت فسیلی کنیم. سوخت فسیلی چیه بچه‌ها؟ سوخت فسیلی سوختی است که از سوختی است مثل اون بنویسم با منشأ زیستی. بچه اینا همش تو متن کتاب هستن. استاد جفتش منشأ زیستی دارن؟ بله، هم سوخت زیستی و هم سوخت فسیلی منشأ زیستی دارن. چرا؟ چون سوخت فسیلی از پیکر و جسد جانداران گذشته به وجود میاد. قدیم قبل دایناسورها، حتی پلانکتون ها که در زیر زمین بودن الان شدن سوخت فسیلی. پس جاندارای قدیمی، پس اونا هم جاندار بودن. منشأش پس چیه؟ زیستی. سوختی است با منشأ زیستی، ادامهش اینجا می‌نویسم، که از جاندار قدیم به دست می آید یا به دست اومده. قدیم بچه‌ها، پس تفاوتشون قدیم و جدید هستش. این جاندار امروز، این جاندار قدیمه، تمام. و اینا جفتشون منشأشون زیستیه. این نکته سوخت زیستی. اینجا یک نکته خیلی مهمی هستش که بچه حواستون رو جمع کنید، تست ازش میدن. گفته چگونه میتونیم از بیماری‌های ارثی پیشگیری و یا اونها رو درمان کنیم. بچه‌ها اینجا این نکته‌ای بهتون بگم، باز بعداً داخل متن میگم. یه سری کلمات رو شما باید داخل زیست شناسی یاد بگیرید. من میخوام مفهومی زیست شناسی رو به شما یاد بدم. کلمه درمان، کلمه مهار، این دوتا رو دقت کنید. با خودتون بگین این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ درمان، مهار. بچه‌ها یه وقت هست یک نفر، گوش کنید، پاش میشکنه، خدای نکرده خدا سر کسی نیاره، ولی پاش میشکنه، میره دکتر، گچ میگیره، یه سری داروها رو مصرف میکنه و این پاش درمان میشه. یه وقت هست نه،
بیماری که فرد داره مثل شکستگی و یا زخم اینها نیست که درمان بشه، بلکه بیماری هستش که عرض کنم به حضورتون درمان نمیشه. مثلا ببخشید بچه ها، من یک لحظه صدام رو قطع کردم چون اینجا ما داخل خوابگاه هستیم. به هر حال بچه ها میان و میرن، مجبورم که صدا رو قطع کنم. عذر میخوام. داشتم میگفتم راجع به درمان و مهار، داشتم توضیح میدادم خدمتتون. گفتم که درمان، عرض کنم به حضورتون که درمان چیه بچه ها؟ درمان یعنی اثرات بیماری از بین بره. یعنی آقا بعد دستش زخم شده، خونریزی داره، خونریزی الان بند اومده، زخمش هم التهاب پیدا کرده شده مثل روز اولش دستش. این یعنی درمان. ولی مهار یعنی چی؟ مهار یعنی اینکه طرف مثلا فشار خون داره، فشار خون ارثی داره. این فشار خون ارثی رو ما میایم یه زیرزبونی بهش میدیم، اون لحظه فشارش میاد پایین، فردا فشارش باز میره بالا. چی کار میشه کرد؟ این باید تا آخر عمر دارو بخوره تا در یک رنج متعادل و به دور از خطر، یک رنجی که دنجرس نباشه، یک رنجی که خطرناک نباشه، این فشار خونش رو ما کنترل کنیم. این کنترل میشه چی؟ میشه مهار بیماری. پس یه سری بیماری ها بچه ها، بیماری ها یا درمان میشن یا چی میشن؟ مهار میشن. آقا تو تست میاد میگه که بیماری نمیدونم قند خون درمان در گذشته کشته میداده، الان درمان شده. غلط. خط بکش رو تست. چرا؟ چون درمان نشده قند خون مهار شده. فهمیدی چی میگم؟ مهار شدن با درمان فرق میکنه. اینجا گفتم بیماری ارثی رو ما میتونیم درمان کنیم. بچه ها این نکته رو حتما یادداشت کنید داخل خلاصه‌ای که دارین مینویسین از حرفای من. داره میگه چی؟ داره میگه بیماری ارثی رو ما میتونیم درمانش کنیم، پیشگیری کنیم ازش و یا اون رو درمان کنیم. خب میریم ادامه. گفته اینا فقط چند پرسش از میان پرسش‌هایی است که زیستشناسان تلاش می‌کنند پاسخ‌های اونها رو بیابند تا علاوه بر پی بردن به رازهای آفرینش به حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی کمک کنند و در این راه به موفقیت‌هایی هم رسیدن. زیستشناسی شاخه‌ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرآیندهای زیستی میپردازد. منظورش چیه به بررسی علمی جاندار؟ یعنی میاد از لحاظ علمی بررسی میکنه، نمیاد از لحاظ زیستشناسی، نمیاد از لحاظ دینی بررسی کنه، از لحاظ اخلاقی بررسی کنه، از لحاظ زیبایی و زشتی بررسی کنه، از لحاظ علمی بررسی میکنه. جانداران رو بررسی میکنه، فرایند زیستی رو بررسی میکنه، یک فرایندی که منجر به زیستن میشه، منجر به ادامه زیستن میشه رو بررسی میکنه علم زیست شناسی که شاخه از علوم تجربی هستش. بچه‌ها دیدم در یک کتاب معتبر، کتاب تست معتبر، بچه‌ها برای من فرستادن گفتن استاد دکتر تست داده ویتامین دی برای تو موردی داده، به خدا کتابش هم حالا بخوام یه اشاره‌ای بکنم، حالا دشمنی هم ایجاد میشه، یه اشاره‌ای بکنم، کتابش کتاب طلایی داره توش. خب خودتون فهمیدین چی میگم.
اومده بود تو مواردیاش از این سوال داده بود. آخه نامرد چقدر اذیت میکنید بچه ها رو. مطلبی که ارزش تست نداره واقعا. و یعنی چقدر تو باید دستت بسته شده باشه و رو شده باشه که دیگه نتونی تست تر کنی و بیای از اینجا تست تر کنی. به هر حال من این رو مردود میدونم، طرح تست از اینجور مسائل رو و اصلا بهش کار نداشته باشین. شما مطمئن باشین در آزمون‌های آزمایشی معتبر ببخشید من در آزمون‌های آزمایشی معتبر اصلا همچین چیزهایی نیست، همچین سوالاتی طرح نمیشه. طراحای اونجا میشناسیم اونها رو و دیدیم که سوالات منطقی طرح میکنن. من بهتون مطمئن باشین مطالبی که من بهتون میگم هیچ سوالی خارج از اونها طراح نمیتونه طرح کنه و طرح نمیکنه. و بهتونم میگم چطوری بخونید. گفته محدوده علم زیست شناسی امروزه بسیاری از بیماری ها مانند بیماری این همون نکته‌ایه که بهتون گفتم. بسیاری از بیماری ها مانند بیماری قند و افزایش فشار خون که 100 سال پیش منجر میشد و طرف بمیره، فوت کنه، الان مهار شدن. دقت کردی؟ نمیگه درمان شدن. چرا نمیگه درمان شدن؟ چون درمان اثر بیماری برای همیشه دیگه بدون مصرف دارو از بین میره. ولی مهار شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه باید مادام العمر تحت درمان باشه، تحت مصرف دارو باشه و تا بیماریش مهار بشه، در یک رنج طبیعی و فیزیولوژی مهار بشه. به علت روش‌های درمانی و داروهای جدید دیگه مرگ آور نیستن. ممکنه با مشاهده پیشرفت‌ها و آثار علم زیست شناسی تصور در ذهن ما شکل بگیره که این علم به اندازه توانا و گسترده که میتونه به همه پرسش انسان پاسخ بده. قطعا اینجوری نیست. علم زیست شناسی یه سری محدودیت‌ها داره. علم زیست شناسی نمیتونه راجع به همه سوالای انسان پاسخ بده. انسان یک سری سوالای دینی و اعتقادی داره که علم زیست شناسی اصلا بهش کاری نداره، نمیتونه از عهده اونها بر بیاد، چون ابتدای شروع زیست و خلقت رو هیچ کس نمیدونه. فقط یک سری فرضیه ها هستن که یک سری برکه های آب گرم بودن و علائم حیات از اونجا شروع شده. دانشمندان پژوهشگران علوم تجربی فقط در جستجوی علتهای پدیده‌های طبیعی و قابل مشاهده اند. این مشاهده اساس علوم تجربی هستش. چه فیزیک، چه شیمی، چه زیست، علوم تجربی خب اینها مشاهده اساسشون هستش. همچنین زیست شناسی مشاهده اساس اون علم هست و ما فقط علتهای پدیده‌های طبیعی و قابل مشاهده. حالا این مشاهده میتونه مستقیم باشه. بچه مطالبی که من می نویسم از متن کتاب هستش یا غیر مستقیم باشه. این مشاهده میتونه مستقیم یا غیر مستقیم باشه. بنابراین در زیست شناسی فقط ساختارها و یا فرآیندها رو بررسی میکنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم، اینجا گفته مستقیم یا غیر مستقیم، قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشه. پژوهشگران علوم تجربی نمیتونن راجع به زشتی و زیبایی و کی زشته کی خوبه، این ارزش هنری چقدر هستش، به ما ربطی، به ما زیست شناسان ربطی نداره. بچه‌ها اینجا یه سرتیتر داریم به نام زیست شناسی نوین. متاسفانه من ببخشید بچه‌ها، من صدام یکم مشکل پیدا کرده.
انشالله از ویدیوهای آینده مشکل رفع خواهد شد. بچه ها زیست شناسی نوین من طراح تست اگر که تمام ترفندهای طرح تستم مثلا همین قیدهای امروزه نمیدونم بسیاری اینها همش برای شما دانش آموز که من میخوام شما رو به چالش بکشم لوبره من میام چیکار میکنم؟ ترفندهای جدید میزنم، میام در یک تست چند موردی که مثلا میگم چه تعداد از موارد زیر درستن غلطن، یکی از موارد رو چی میدم؟ میگم که کلنگری، گوش کن، میگم کلنگری، نگرش بین رشته‌ای، فناوری‌های نوین و اخلاق زیستی جزو ویژگی‌های زیست شناسی نوین است. حالا تو اینو اصلا نخوندی، با خودت هم میگی یه دونش هم نباشه، موردش غلطه، کل تست که این همه بررسی کردم خراب در میاد و نمیزنیش، یا شانسی میزنی، غلط میزنی که کار بدی میکنی و به قولی حالا زشته بگیم غلط میکنی ولی خب نه، کار اشتباهی میکنی، میزنی شانسی، نباید بزنی ولی تست رو از دست میدی. برای همون این زیر شاخه بندی ها رو هم بخونید. زیر شاخه های این چیه؟ ببینید کتاب یه زیرش خط میکشه بعد میاد شاخه شاخه میکنه. پس من اینجا شاخه بندیشو براتون مینویسم. 4 مورد هستش. یک، دو، سه، 4. برای اینکه زمان نره الکی ننویسمشون، اینجا هست. شماره 1 کلنگری. بچه‌ها کلنگری از ویژگی های زیست شناسی نوین هستش. منظور از کلنگری چیه؟ متن یه بار بخونیم. جورچین یا پازلی رو در نظر بگیرید که از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده. ممکنه هر یک از قطعات به تنهایی بی معنی به نظر بیاد، اما اگه قطعات کنار همدیگه در جای درست قرار بگیرن، مشاهده میکنیم که این ارتباطی که بین اجزا هستش به تدریج نمای بزرگ میگیره و معنی پیدا میکنه و تصویری از یک شی آشنا به ما نشون میده. قلم من چرا اینجوریه؟ قبلا صاف میکشید. اوکی. داره میگه چی؟ داره میگه که مثالشو من براتون بزنم. بچه شما فرض کنید یک گلبول قرمز رو ما آوردیم کردیمش توی شیشه تو آزمایشگاه. یه گلبول قرمز رو توی شیشه کردیم، این گلبول قرمز ماست داخل شیشه. خب کردیمش توی شیشه، گلبول قرمز رو به تنهایی خارج از بدن یک جاندار. میگیم این معنیش چیه؟ خب این معنیش یک گلبول قرمز هستش. همین گلبول قرمز زمانی که وارد پیکر یک جاندار بشه مثل انسان، این گلبول قرمز معنی پیدا میکنه. چه معنی پیدا میکنه؟ چرا معنی پیدا میکنه؟ به خاطر ارتباطاتی که با بقیه اجزا داره، به خاطر ارتباطاتی که این گلبول قرمز ما با قلب داره، با عرض کنم به حضورتون خون داره، با عرض کنم به حضورتون ریه داره، با اندامهای مختلف داره. این ارتباطی که این گلبول قرمز با اینها داره معنا پیدا میکنه. علم زیست شناسی یه علم کلنگریه، یعنی این ارتباط ها رو ما باید بررسی کنیم. علم زیست شناسی بدون این ارتباط ها معنی پیدا نمیکنه. یک سامانه از اجزا به تنهایی تشکیل نشده دوستان.
انسان رو اگر یک سامانه در نظر بگیریم، انسان از اندام و ریه و خون و قلب و نمیدونم چشم و اینها به تنهایی مجموعه اینها تشکیل نشده، بلکه از این اجزا و ارتباطات بین این اجزا تشکیل شده. یعنی شما یک انسان رو در نظر بگیر، تمام اجزاش رو بریزن تو یک ظرف جدا 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 بریزن داخل یک ظرف. این آیا یک سامانه هستش؟ بگن این سامانه انسان هستش؟ نه، این اجزا زمانی که درست قرار بگیرن و ارتباطات بین اونها، ارتباط بین گلبول قرمز، مغز و استخوان، ارتباط بین چشم و مغز، ارتباط بین عرض کنم به حضورتون که معده و بقیه اندام ها و دستگاه گردش خون، اینها اگر شکل بگیره سامانه ما شکل میگیره. پس سامانه مساوی است با مجموع اجزا به علاوه ارتباطات آنها. سوال میاد میگه یک سامانه شامل مجموع اجزاست. غلطه. مجموع اجزا و ارتباطاتشون، این ارتباطات مهمه، این ارتباطات مهم هستش. امروز این قلم من خیلی توی خط کشیدن‌های طولانی اذیت داره میکنه، الان اوکی داره میشه. حالا میریم سراغ متن. گفته پیکر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری درست شده، هر کدوم از این اجزا بخشی از یک سامانه بزرگ رو تشکیل میدن. یه بخشی از سامانه بزرگ که همون جاندار هستش در نمای کلی برای ما معنی پیدا میکنه. گفتم بلبل قرمز به تنهایی برای ما معنی پیدا نمیکنه. بلبل قرمز معنیش چیه؟ نه، معنی نداره. وقتی زمانی که داخل پیکر هستش معنی پیدا میکنه که این بلبل قرمز این بلبل قرمز عرض کنم به حضورتون که در حال انتقال اکسیژن هستش به اندام، از ریه به اندام، در حال انتقال کربن دی اکسید به ریه هستش تا کربن دی اکسید از بدن خارج بکنه. این معنی پیدا میکنه. بنابراین جانداران رو نوعی سامانه میدونیم که اجزای اونها با هم ارتباط دارن. پس مجموع اجزای اونها و ارتباطاتشون رو میگیم سامانه. به همین علت ویژگی های سامانه رو نمیتونیم فقط از طریق مطالعه اجزای سازندش توضیح بدیم. ارتباط بین اجزا هم مثل خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر و کل سامانه چیزی بیشتر از مجموع اجزاست. بله، کل سامانه علاوه بر مجموع اجزا شامل ارتباطات هم هست. دومین ویژگی زیست شناسی نوین، دومین ویژگی بچه‌ها دقت کنین چیه؟ نگرش بین رشته‌ای هستش. یعنی ما بین رشته‌های مختلف مثل مهندسی، مثل رایانه، اینها بتونیم کمک بگیریم از این علوم برای علم زیست شناسی، برای اینکه راحت‌تر بتونیم عرض کنم به حضور شما اطلاعاتی که میخوایم رو به دست بیاریم. مثلا اینجا مثال زده، حالا اول بخونیم. زیست شناسی، داریم راجع به زیست شناسی نوین صحبت میکنیم و یکی از ویژگی های زیست شناسی نوین که همون نگرش بین رشته‌ای است. پس زیست شناسان امروزی چرا این قید و خط میکشن؟ به خاطر اینکه این نگرش بین رشته یکی از ویژگی های زیست شناسی نوین هستش، زیست شناسی امروزی هستش. برای همون زیست شناسان امروزی از این ویژگی استفاده میکنن. زیست شناسان امروزی از رشته های دیگه کمک میگیرن برای بررسی ژن های جانداران. علاوه بر اطلاعات زیست شناختی از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار، بسیاری از رشته های دیگه استفاده میکنن. سومین ویژگی زیست شناسی نوین فناوری های نوین هستش.
بچه ها فناوری های نوین خودش دو مورد داره که این میگم زیر شاخه‌ای هم باید یاد بگیرید، چون طراحهای تست دیگه به این سمت ها هم میرن و تست ها رو انگار دامنه نحوه طرح تستشون رو گسترش میدن و اینطور هم طرح تست میکنند. فناوری های نوین 2 تا مؤلفه داره: فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و مهندسی ژنتیک. اینجا 2 موردش رو آورده. مهندسی ژنتیک، این 2 تا جزو ویژگی فناوری های نوین هستن، ویژگی زیست شناسی نوین که همون فناوری نوین هستش. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی چی داره میگه؟ داره میگه آقا گذشته، خلاصش اینه، میگه گذشته یه حافظه 5 مگابایتی 5 مگابایت بچه ها 5 مگ اینقدر بزرگ بوده که 1 2 3 4 5 نفر دارن کمک میکنن جابجاش کنن. ولی الان ما میتونیم توی یک حافظه 2 ترابایتی هارد که به اندازه یک کف دسته اطلاعات به اندازه 2 ترابایت ذخیره کنیم. متن رو میخونیم: امروز بیشتر از هر زمان دیگر به جمع‌آوری، بایگانی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌های زیست‌شناسی نیاز داریم. دستاوردها و تحولات امروز سرسام آوردم از دست صدام. دستاوردها و تحولات 20 ساله اخیر فناوری اطلاعات و ارتباط در پیشرفت زیست‌شناسی تأثیر بسیاری داشته. این فناوری ها امکان انجام محاسبات رو در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کردن. مهندسی ژنتیک چی میگه؟ مهندسی ژنتیک جزو این می نویسم مهندسی ژنتیک، آقا نیاد تست بگه که مهندسی ژنتیک جزو اخلاق زیستیه. نه، مهندسی ژنتیک جزو فناوری های نوینه که فناوری های نوین خودش چیه؟ یکی از ویژگی های زیست شناسی نوین هستش. مدت هاست که زیست شناسان میتونن ژن‌های یک جاندار رو به بدن جانداران دیگه وارد کنن به گونه‌ای که ژن‌های منتقل شده بتونن اثرهاشون رو ظاهر کنن. بچه‌ها این به گونه‌ای که چیه؟ این به گونه‌ای که شرط مهندسی ژنتیک چیه؟ شرط این که بگیم یک جاندار تراژن هستش چیه؟ شرطش این بگونه که همون شرط است، بگونه ای که اثرهای اون ژن یا ژن‌ها ظاهر بشه. یعنی چی؟ مثالش رو ترکیب میکنم با فصل 7-12. این مثالی که میزنم نه، ولی خب مثال بعدیم از فصل 7-12 هستش. شما میای یه ژنی رو از موش منتقل میکنی به قورباغه، ژن مثلا داشتن مو. قورباغه این ژن رو نمیخونه. الان قورباغه یک جاندار تراژن هستش. خیر. چرا خیر؟ به خاطر اینکه این ژن ظاهر نشد. درسته انتقالش دادیم ولی ظاهر نشد در بدن قورباغه. فصل 7 میاد یه مثال میزنه، میگه که ما یه ژنی رو از یک ماهی مقاوم به سرما ور میداریم منتقل میکنیم به یک گیاه که لازمش داریم. حالا میتونه برنج باشه. این داخل این اثر میکنه. این گیاه من تراژن هستش بچه‌ها. یک لحظه بچه‌ها دوستان.
عذرخواهم ببخشید بچه‌ها، یکم گلوم گرفته بود. این گیاه من الان چی هستش؟ این گیاه من تراژن هستش. چرا؟ چون اثر کرده این مقاومت به سرما، ژن مقاومت به سرما رو که من وارد این گیاه کردم اثر کرده و گیاه دیگه در شرایط زمستانی از بین نمیره و مقاومت میکنه. این میشه مهندسی ژنتیک. عرض کنم خدمتتون که چهارمین ویژگی زیست شناسی نوین اخلاق زیستی هستش. بچه ما تو اخلاق زیستی چند تا مبحث بیشتر نداریم. یکی یعنی تو کتاب گفته شده بدونین، یکی اینکه محرمانه است اطلاعات ژنی یک فرد، یعنی پزشک باید یا اون مرکزی که اطلاعات ژنتیکی رو ذخیره میکنن اینا رو باید محرمانه نگه دارن، در اختیار هر کسی قرار ندن. حقوق جانوران باید رعایت بشه در مورد همین مهندسی ژنتیک. حتی سلاح‌های زیستی ممنوع هست تولیدش. سلاح زیستی مثل چی بچه‌ها؟ مثل یک عامل بیماریزایی که نسبت به داروهای رایج مقاومه. مثلا باکتری که نسبت به آنتیبیوتیک هایی که ما انسان ها ساختیم مقاوم هستش. یا فراورده غذایی و دارویی که عواقب زیانباری داره. بنابراین وضع قوانین جهانی برای جلوگیری از این سوء استفاده ها ضروریه، چون علم زیست شناسی یه علمی هستش که واقعا پیشرفت های خیلی بزرگی رو داره انجام داده و داره انجام میده. زیست شناسی در خدمت انسان. زیست شناسی بچه‌ها یه سری کمک ها رو به ما میکنه. یکیش چیه؟ تأمین غذای سالم و کافیه. گفته میشه بریم سراغ متن. گفته میشه همکنون حدود 1 میلیارد نفر در جهان از گرسنگی و سوء تغذیه رنج میبرند. چگونه غذای سالم و کافی برای جمعیت‌های رو به افزایش انسانی فراهم کنیم؟ میدونیم غذای انسان، بچه‌ها اینو دقت کنید، اینجا رو دقت کنید، غذای انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم چی میشه؟ از گیاه به دست میاد. مستقیم چی؟ ما گیاه رو میخوریم. آقا نخودی که شما میخوری گیاهه، سبزی که میخوری گیاه هستش، میوهی که میخوری گیاه هستش. غیر مستقیم آقا گوسفند میره گیاه رو میخوره، میشه کربوهیدرات، پروتئین، لیپید داخل بدنش، ما میریم از گوسفند تغذیه میکنیم. این میشه غیر مستقیم. پس غذای ما چه مستقیم چه غیر مستقیم قطعا از گیاه به دست میاد. پس شناخت بیشتر گیاه یکی سبزش کنم، یکی از راه‌های تامین غذای بیشتره. تست نیاد بگه تنها راه شناخت گیاه هستش، چون که غذای تست میاد میگه چون غذای انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم از گیاه به دست میاد، پس تنها راه تامین غذای بیشتر و مواد مغذی بیشتر شناخت بیشتر گیاهانه. نه، غلط. اینو بزرگ نوشتم چون تستش واقعا خیلی از دانش آموزان خوبه بنده رو به غلط انداخته بود. از راه‌های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان شناخت روابط گیاه با محیط زیستشه. این محیط زیستش شامل 2 تا عامل هستش. یکی عوامل بره بالا بشه زنده، بیایم پایین غیر زنده ها رو بنویسیم. غیر زنده شامل چی؟ آقا باکتری تثبیت کننده نیتروژن بنویسم. باکتری
تثبیت کننده نیتروژن. این مثالش. عامل غیر زنده، آب و هوا تأثیر داره. خود کتاب چی نوشته؟ نوشته که گیاهان مثل همه جانداران دیگه در محیط پیچیده شامل عوامل غیر زنده مثل دما، رطوبت، نور، آب و هوا اینها و اعمال زنده مثل باکتری، قارچی که بعد بچه اینها ترکیب میشه با فصل گیاهی سال یا 11 یا 12. اینها ترکیب میشه با فصلهای گیاهی های سالهای آینده تون. عوامل و حشرات شامل چی؟ آفت‌ها. اینها تعامل‌های زیانمندن. تو این محیط گیاه داره رشد میکنه. پس ما اگر این محیط ها رو بشناسیم خیلی گلم داره اذیت میکنه، واقعا کلافم کرده. شناخت بیشتر تعامل‌های سودمند یا زیانمند بین این عوامل و گیاه به افزایش محصول کمک میکنه. پس اگه این عرض کنم به حضور عوامل رو بشناسیم، ما میتونیم محصول گیاهمون رو زیاد کنیم. زیانمند مثل چی؟ همون آفت، حشرات که گفتیم. سودمند هم مثل عرض کنم زیاد هستش، همین باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و عوامل سودمند مثل قارچ هایی که تعامل دارن با گیاه، تعامل های سودمندی دارن با گیاه. در فصل آینده راجبش بحث میکنیم، الان نمیخوام تایم ویدیو بیشتر از 1 ساعت بشه. عرض کنم به حضورتون که حفاظت از بومسازگان ها، ترمیم و بازسازی اونها یکی دیگه از مسائلی است که زیست شناسی به ما کمک میکنه که از بومسازگان ها حفاظت کنیم، اونها رو ترمیم بدیم و بازسازیشون کنیم. انسان جزئی از دنیای زنده است و لذا نمیتواند بی‌نیاز و جدا از موجودات زنده دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد. به طور کلی منابع، بچه اینجا یک ترتیب کشی و جدول کشی میکنم، این بالا ترتیبا رو خوب یاد بگیرید که داخل تستا راحت و بنویسید که داخل تست راحت بتونید تست بزنید. گفته به طور کلی منابع و سودهایی رو که هر بومسازگان داره خدمات بومسازگان میگن. پس این تعریف خدمات بومسازگان چیه؟ تعریفش چیه؟ تعریفش میشه منابع و سودهایی رو که هر بومسازگان در بر داره، میشه خدمات بومسازگان. میزان خدمات هر بومسازگان به چی بستگی داره؟ به میزان تولید کننده ها. یعنی از الان شروع میشه تولید کنندگان بومسازگان، تولید کنندگان بومسازگان هرچی بیشتر بشه محصول بیشتر میشه دیگه، درسته؟ محصول، سود، منابع بومسازگان بیشتر میشه دیگه، درسته یا نه بچه‌ها؟ خب تعریف سود و محصول و منابع بومسازگان چیه؟ خدمات بومسازگان. پس داخل پرانتز می نویسم خدمات بومسازگان. یه وقت میاد داخل تست به جای اینکه بنویسه خدمات، ای خدا نکشد که چقدر اذیتمون میکنی امروز، به جایی که بیاد بنویسه خدمات میاد مینویسه چی؟
سود محصول و منابعش بیشتر میشه. یعنی میگه سود محصول منابع یک بومسازگان به تولید کنندگان بومسازگان مربوطه. این درسته، چون معنی سود محصول و منابع یک بومسازگان همون خدمات بومسازگان هستش بچه‌ها. خب حالا پایدار کردن بومسازگان به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم تغییر چندانی در مقدار چی تولید کنندگیش رخ نده، یعنی تولید کنندگیش ثابت بمونه، سود و محصول و منابعش ثابت بمونه، خدماتش یعنی ثابت میمونه، موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشه. پس اینجا می نویسم پایدار کردن بومسازگان. خب پایدار کردن بومسازگان باعث میشه چی؟ باعث میشه تولید ثابت باشه حتی در صورت تغییر اقلیم. ثابت که میگم، این ثابت، حالا ثابت ننویسم بهتره، بنویسیم تولید تغییر چندان نکند. پایدار کردن بومسازگان یعنی تولید تغییر چندان نکنه، حتی اگر، یعنی اگر اقلیم تغییر کرد با تغییرات عوامل تولید بومسازگان تغییر چندان نکنه. این یعنی ما بومسازگانمون رو پایدار کردیم. و عرض کنم به حضورتون که این پایدار کردنه موجب چی میشه؟ موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشه. بچه‌ها پس حواستون باشه، یه لحظه گوش کنید این قسمت و این قسمتی که نوشتم رو گوش کنید. میگه که تولید کنندگان بومسازگان هرچی بیشتر بشن، سود و محصول و منابع بومسازگان بیشتر میشه. سود و محصول و منابع بومسازگان رو چی میگیم؟ خدمات بومسازگان. پس خدمات بومسازگان به چی بستگی داره؟ بگید سریع. به تولید کنندگان بومسازگان بستگی داره. پایدار کردن بومسازگان حتی اگه با تغییرات عوامل تولید تغییر چندان نکنه، باعث چی میشه؟ باعث میشه ارتقای زندگی انسان، کیفیتش ارتقا پیدا کنه. این تولیده چیه؟ خب سود و محصول و منابع. اینا رو چرا نوشتم؟ تست میاد جاهای اینا رو عوض میکنه. یعنی میاد به جای سود محصول منابع میاد خدمات بومسازگان رو مینویسه، به جای خدمات بومسازگان سود و محصول منابع رو مینویسه، و یا میاد به جای اینجا تولید مینویسه که پایدار کردن بومسازگان به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم تغییر چندانی در عاملی که میزان خدمات هر بومسازگان به آن بستگی دارد رخ نده. عاملی که میزان خدمات هر بومسازگان به اون بستگی داره چیه؟ میزان تولید کنندگانشه. بچه‌ها میگم طراح تست اگر دست و بالش بسته بشه مجبور همچین تست هایی رو طراح کنه. برای همون سعی کنید اینجوری جدول بکشید برای خودتون و حالا من جدولش رو قشنگ براتون میکشم، داخل کانال تلگرام میذارم و استوریش هم داخل اینستا میذارم این قسمت رو، که اینو ارتباطات رو بدونید، بتونید قشنگ جابجا کنید. فقط متن رو حتما حفظ باشید، متن این قسمت مهم هستش. بچه‌ها دریاچه ارومیه یک بومسازگان داخل کشورمون هستش. قلمم از کار افتاد.
دریاچه ارومیه یک بومسازگان هستش که در خطر خشک شدنه. حالا تقریبا خشکم شده، ولی کتاب زیست شناسی نوشته در خطر خشک شدن، ما هم میگیم در خطر خشک شدن. زیست شناسان کشورمون با استفاده از اصول علمی بازسازی بومسازگان ها راهکارهای لازم رو برای احیاش ارائه کردن. آرجو نعمت. امید دارن که در آینده از نابودی این میراث طبیعی جلوگیری بشه. قطع درختان جنگل ها با کار نداریم، زیاد مطلب مهمی اینجا نداره. فقط بدونید که دریاچه ارومیه یکی از بومسازگان ها هستش که در معرض آسیب هستش و انشالله که این بومسازگان از بین نره. بچه‌ها، قطع درختان جنگل، نابودی جنگل ها، جنگل خاری برای به دست آوردن زمین اینه، برای به دست آوردن زمین استفاده از چوب یک مسئله محیط زیستی امروز جهانه. دوباره قیدهای کم ارزش این فصل، ولی ما محکوم هستیم که این مطالب رو بهتون بگیم. مقید هستیم که زیست شناسی مقید هستش که این مطالب رو برای شما توضیح بده. پژوهش‌ها نشون داده که در سالهای اخیر مساحت بسیار گسترده از جنگل‌های ایران و جهان تخریب و بیدرخت شدن. حالا این تخریب بیدرخت شدن چه پیامدهایی داره بچه‌ها برای ما، برای سیاره کره زمین؟ یک، تغییر آب و هوا. آب و هوا تغییر میکنه، گرم شدن زمین رو در پی داره. اینا همه در متن هست، بعد بهتون نشون میدم. گرم شدن زمین هستش. سیل، باعث سیل میشه بچه ها. درخت ها جلوی روان شدن آب رو میگیرند. کاهش تنوع زیستی، یک گونه ممکنه از بین بره. فرسایش خاک شسته میشه زمانی که درخت نباشه، آب میبرش. اون سیلی که ایجاد میشه، فرسایش خاک اتفاق میفته. تامین انرژی تجدید پذیر به جای انرژیایی که تجدید ناپذیر هستن مثل فسیلی، یکی از کارهایی هستش که زیست شناسی برای ما میکنه. نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش. بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی مثل نفت، گاز، بنزین تامین میشه. پس بیشترین نیاز کنونی جهان از منابع فسیلی. گفتیم انرژی فسیلی چیه؟ بیایم بالاتر مرور کنیم. گفتیم بهتون که آقا انرژی سوخت فسیلی چیه؟ سوخت فسیلی سوختی هستش که منشأ زیستی داره، اما از جاندار قدیم به دست میاد، برخلاف سوخت زیستی که این هم منشأ زیستی داره ولی از جاندار امروز به دست میاد. سوخت زیستی مثل الکل، سوخت فسیلی مثل نفت، گاز، بنزین، این موارد. اما میدونیم که سوخت‌های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید میشن. بچه‌ها اینجا این نکته بهتون بگم، میگه که سوخت فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید میشه. آیا سوخت زیستی موجب افزایش CO2 جو نمی شود؟ آقا میاد داخل تست میگه که سوخت زیستی خیلی خوبه، سوخت زیستی برخلاف سوخت فسیلی میاد میگه که سوخت زیستی برخلاف سوخت فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو نمی شود. این غلطه بچه‌ها. آیا سوخت زیستی موجب افزایش CO2 جو نمیشه؟ غلطه. موجب افزایش CO2 میشه، اما این افزایش بسیار کمتر از چیزی هستش که سوخت فسیلی داره تولید میکنه.
پس موجب آلودگی هوا میشه، موجب گرم شدن زمین میشه، ولی خیلی کم و ناچیز تر از سوخت فسیلی نسبت به اون. بدین لحاظ انسان باید در پی منابع پایدارتر مثل سوخت زیستی، موثرتر مثل سوخت زیستی، پاکتر مثل سوخت زیستی انرژی برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی باشد. زیستشناسان میتونن به بهبود و افزایش تولید سوختهای زیستی مثل مانند بگین بالا مثالشو گفتیم الکل، اینجا یه مثال دیگه زده گازوئیل زیستی. گازوئیل زیستی از چی به دست میاد؟ از دانه های روغنی. دانه های روغنی مثل چی؟ این چون بعدن تو متن هست میگم اینایی که همش مینویسم، مطالبی که مینویسم همش متن یا آینده است یا گذشته، بالاخره تو متن هست، مثل سویا، ذرت. عرض کنم به حضورتون که اگرچه سوختهای فسیلی نیز منشأ زیستی دارن، مطلبی که بهتون گفتم نکته اول فصل، قسمتی که سوال میکرد اینجا براتون توضیح دادم. منشأشون جفتشون زیستیه، ولی یکی از جاندار قدیمی یکی از جاندار جدید. اینجا توضیح داده، گفته سوخت فسیلی منشأش زیستیه، از تجزیه پیکر جانداران به وجود میاد، اما امروزه قید، امروزه سوخت زیستی به سوختهایی میگن که از جانداران امروزی به دست میآیند. مزایا و زیانهای سوخت فسیلی و زیستی رو از دیدگاه محیط زیستی با هم مقایسه کنید. سلامت در بعد آخرین مطلبی هم که داریم، تقریبا 1 ساعت هم شده تدریسمون، پزشکی شخصی هستش. پزشکی شخصی بچه‌ها چی هستش؟ سریع توضیح میدم. کانال ما رو حتما بزرگ زحمت کشیدن دوستان گذاشتن اینجا، حتما عضو بشید در تلگرام. آدرس اینستاگراممون هم همین هستش، حتما فالو کنید ما رو، استوریا رو دنبال کنید، برای دوستاتون بفرستید. بچه‌ها سعی کنید که علاوه بر اینکه خودتون استفاده میکنید، دوستانتون هم از این مطالب بهره بگیرن و استفاده بکنن انشالله. سلامت و درمان بیماری ها. بچه‌ها یه مبحثی هست به نام پزشکی شخصی. قوانین رو رعایت کنیم. پزشکی شخصی قید نیست که با سبز کشیدیم. پزشکی شخصی گفتم سبزا قیدم. پزشکی شخصی چیه بچه‌ها؟ پزشکی شخصی تعریفش فقط یه چیزه. پزشکی شخصی پزشکی هستش که زمانی که پیشش میری میگی سردرد دارم، علاوه بر اینکه وضعیتتو چک میکنه، وضعیت بیماری مثل چی؟ مثل سردرد، مثل عرض کنم به حضورتون که التهاب، مثل و اینها. زمانی که با وضعیت بیماری پیشش میرید، علاوه بر اینکه وضعیت بیماری، خب پیش هر پزشکی بری وضعیت بیماری تو چک میکنی دیگه، میگه آقا چته، تو میگی سردرد دارم یا هر چیزی. علاوه بر اینکه وضعیت بیماری تو چک میکنه، شخصیه، مال توه. یعنی چیکار میکنه؟ اطلاعات دی ان ای تو رو بررسی میکنه. این اطلاعات رو مثل این داداشی های اینستاگرامی اطلاعات اینجوری گفتن. حالا این مطلب طنز رو هم گفتیم آخر کلاس. یک روحیتون عوض شده باشه، خسته کننده نشده بوده براتون 1 ساعت انشالله. پس پزشکی شخصی میاد دو تا مؤلف است، فقط همینو بدونید. علاوه بر وضعیت بیماری، اطلاعات دی ان ای شما رو هم بررسی میکنه تمام، و با توجه به اطلاعات دی ان ای شما و وضعیت دی ان ای ژنی شما، وضعیت ژنی شما روش درمانی و دارویی خاصی رو طراحی میکنه. یعنی مثلا ژن شما نسبت به فلان دارو حساسه، ژن شما نسبت به فلان آنتیژن، نسبت به فلان آنزیم حساس هستش، یا فلان آنزیم رو تولید نمیکنه، یا فلان آنزیم رو عرض کنم به حضورتون که بیان نشده بیش از حد فعالیت میکنه.
با توجه به اطلاعات دی ان ای شما این وضعیت بیماریتون رو درمان میکنه، روش درمانی دارویی خاص شما رو میده. امیدوارم که خسته نباشید. عذرخواهم اگر که مشکلی بود در تدریس، صدام یکم گلوم گرفته بود. قبلش 2 ویدیوی دیگه رکورد کرده بودم، به خاطر همون یکم خسته بودم، اما برای شما عزیزان دلم وقت گذاشتیم و انشالله که استفاده لازم بکنید. لطفاً فقط پیج رو داشته باشید، پیج اینستاگرام و کانالمون رو داشته باشید. حتما هر روز مطلب میذارم. یه اکانت ادمین هم هستش، اون رو هم انشالله داخل کانال قرار میدم. حتما با هم در ارتباط هستیم. به امید دیدار مجدد شما عزیزان. خدا نگهدار.